امروز میخوام بهتون بهترین ساعت انتشار یا آپلود ویدیو در یوتیوب رو بگم. سلام، من محمدم و اینجا یوتیوبریه. اگه هنوز چنلمون رو ساب نکردی، زنگوله بغلش رو روی آل قرار ندادی، ممنون میشم که چنلمون رو ساب کنی و زنگوله رو روی آل قرار بدی تا هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده. بزن بریم. خب این موضوع میتونه خیلی برای چنلتون مهم و حیاتی باشه. این موضوع از چه لحاظ میتونه برای چنلتون حیاتی باشه؟ از لحاظ اینکه شما اگر 1 ساعت بعد برای انتشار ویدیو یا آپلود ویدیو انتخاب کنید، باعث میشه که بازدیدهاتون پایین بیاد و ساب کمتری به دست بیارید. حالا چه ربطی به ساب داره؟ الان بهتون میگم. شما در نظر بگیرید یک ویدیو داخل یوتیوب آپلود میکنید و 10 تا ویو میخوره، این 10 تا بازدید میگیره. از این 10 تا بازدید امکان این که چند نفر سابتون کنن 3 نفر یا 4 نفره. اینطوری میتونید بفهمید که چقدر ویو یا همون بازدید روی سابای شما تأثیر داره. بنابراین اگه بهترین ساعت رو بفهمید و اون موقع ویدیوتون رو انتشار بدید، 100 تا ویو، 200 تا ویو، 300 تا ویو میگیره و اون موقع است که 50-60 نفر با یک ویدیو شما به چنلتون ملحق میشن و چنل شما رو ساب میکنن. حالا مهمترین مسئله اینه که چجوری بفهمیم بهترین ساعت انتشار ویدیو کیه. شما بعد از 10-20 آپلود ویدیو در ساعتهای مختلف متوجه میشید که کدوم ویدیو بیشترین بازدید رو گرفته و خب معمولا ساعتش رو میدونید که انتشار دادید دیگه. مثلا الان آخرین ویدیویی که داخل چنل من هست مال ساعت 2:30 یا 3 صبح و تقریبا بازدید خیلی خوبی گرفته. به خاطر همین خیلیا این کار ادامه میدن و متوجه میشن که بهترین زمان انتشار ویدیوشون کیه. یا هم که میتونید از یه روش دوم استفاده کنید، اونم اینه که چنل های بزرگتر در رشته کار شما رو در نظر بگیرید و ببینید که چه ساعتی ویدیوشون رو انتشار میدن. در اصل اونا به خاطر اینکه چنلشون بزرگتره و سابقه فعالیتشون بیشتر هست، به خاطر همین فوتوفنای یوتیوب رو بلدن و بهترین ساعت آپلود ویدیو رو هم همینطور. مثلا من الگوم آقای محمد پسند فرد هست، چنل یوتیوبر شو، و آقای امیر عباس اگه اشتباه نکنم کانال اسکیل وید. این دوتا در ساعت 8 شب و 9 شب ویدیو آپلود میکنن. من یک بار این کار رو انجام دادم، بازدید چندان خوبی نگرفتم و وایستادم 12 به بعد و 11:30 به بعد شب این کار رو انجام دادم و دیدم که بازدیدهای من در اون زمان خیلی بهتر است. اینطوری شما میتونید بفهمید که چه ساعتی بهترین زمان آپلود ویدیوتون هست. چنلمون رو ساب نکردی، ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنی، زنگوله بغلش رو روی آل قرار بدی که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده. بریم ادامه ویدیو. خب شما از این دوتا تکنیک به راحتی میتونید استفاده کنید. فقط یک نکته وجود داره، اینم اینه که واقعا شما باید برای چنلتون خیلی زحمت بکشید و اگه میخواید از روش اول استفاده کنید، تمام 24 ساعت رو باید تست کنید تا متوجه بشید. مثل من که من هنوز بعد از ساعت 3:30 و 2:30 صبح امتحان نکردم، احتمال داره که من 5 صبح ویدیو رو آپلود کنم ویوی بیشتری بخوره. به خاطر همین شما باید تمامی ساعت‌ها رو در تمامی وقت‌ها یعنی شب و روز امتحان کنید تا بتونید بهترین ساعت ویدیویی که میتونید انتشار بدید و آپلودش کنید رو پیدا کنید. اینم از آموزش امروز. اگه اوکی بود ممنون میشم که لایک بزنید و یه کامنت قلب قرمز برای من بذارید. بای.